سوره انشقاق یعنی شکافته شدن در مکه مکرمه نازل شده است و از 25 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا السماء انشقت چون آسمان در روز قیامت شکافته شود و اذنت لربها و حقت و به فرمان پروردگارش گوش دهد و حق بود که چنین کند. و اذا الارض مدت و هنگامی که زمین باز کشیده و پهن می شود و کوههای آن در هم کوبیده شود. و القت ما فیها و تخلت و هرچی را که در درون دارد از خزینه ها و مرده ها بیرون پرتاید و خالی گردد. و اذنت لربها و حقت و به فرمان پروردگارش گوش دهد و حق بود که چنین کند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تو در راه پروردگارت رنج فراوان میکشی. بعد از آن به پروردگار خیش در روز قیامت دیدار میبینی. پس مکافات عملت را به فضل و عدل الله خواهی دید. فاما من اوتی کتابه بیمینه. هر کس که نامه اش را به دست راستش دهد او مؤمن است. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. به زودی از او به طور آسان حساب کنند. و ینقلب الی اهله مسرورا. و شادمان در جنت به سوی اهلش باز گردد. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره. اما هر کس که نامه اعمالش از پشت سر داده می شود وی کافر است. فسوف یدعو ثبورا. به زودی نابودی و هلاکی را طلب کند، یعنی بگوید وای بر من که هلاک شدم. و یصلی سعیرا. و به آتش افروخته درآید. انه کان فی اهله مسرورا. زیرا او در دنیا نزد اهل خود شادمان و مغرور زیسته بود. انه ظن ان لن یحور. و می پنداشت که هرگز به نزد پروردگارش برای حساب باز نخواهد گشت. بلا ان ربه کان به بصیرا. آره، پروردگارش از احوال او بینا بود. از زمانی که او را بیافرید تا زمانی که او را از نو زنده گرداند. فلا اقسم بالشفق. پس الله می گوید به سرخی کنار آسمان شام سوگند می خورم. بجز الله برای هیچ کس سزاوار نیست که به مخلوق سوگند خورد. اگر چنین کرد به الله تعالی شرک آورده است. واللیل و ما وسق. و سوگند به شب و هر چی را که فرا بگیرد از چارپایان و حشرات و غیرها. والقمر اذا اتسق. و سوگند به ماه چون پره شود نور آن. لترکبن طبقا عن طبق. که ای آدمان به حال بعد از حال دیگر خواهید رسید. یعنی از نطفه به خون بسته و به پاره گوشت و به دمیدن روح و به مرگ و به روز زنده گردانیدن به دست میرانیدن. فما لهم لا یؤمنون. آنها را چی شده است که به الله و روز قیامت ایمان نمی آورند؟ و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون. و هنگامی که قرآن بر آنها خوانده می شود سجده نمی کنند. بعد خواندن این آیت سجده کردن لازم است. بل الذین کفروا یکذبون. بلکه کافران
حق را دروغ می شمارند. والله أعلم بما يوعون و الله به آنچه در دل دارند داناتر است. فبشرهم بعذاب أليم پس ای رسول آنان را به عذاب دردآور مژده بده. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون مگر کسانی که به الله و رسول او ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پاداش همیشگی دارند.